لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو رو یک لوح باز میمونم خواهشمندم باز دیگه. تشکر. همین طریق قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو از طرف وکیلان مجلس نمایندگان همه وکیلان دستگیری و قبول شد. قانونی که امروز قبول شد مطابق معلومات پیشکی با زیاده از 100,000 نفر تطبیق می‌گردد. یعنی قسمی از آنها از مؤسسه‌های اصلاحی آزاد می‌شوند. آن شخصانی که نسبتشان جزاهای غیر حبسی تطبیق کرده شده است آنها هم از جزاهای غیر حبسی آزاد کرده می‌شوند. اینچنین نسبت بسیار دیگر محکوم شدگان که جزاهای محرومی از آزادی دارند قسمی ادا نگردیده جزای محرومی از آزادی آنها کم کرده می‌شود. پیشنهاد کردیم که گروه‌های تبلیغی تأسیس داده شوند و در رادیو، تلویزیون و دیگر رسانه‌ها واضح و روشن گفته شود که کدام شهروند مورد عفو قرار می‌گیرد و از همه روی خوبش این کامپیوتریزاسیون این قانون هست و بذار هر شهروند و مرکزهای کامپیوتری که منظور شده مراجعت کنند و از کامپیوتر جواب رو بگیرند که خش تابوری آنها مورد عفو قرار می‌گیرند یا نه، چی مقدار از روی کدام ماده و کدام مدت. فکر می‌کنم این چهارها اگر عملی کرده شود پیشروی کارپسی رو در تطبیق قانون عفو خواهد گرفت. به فکر من یک اقدام خیلی هم خوب، اقدام خیلی هم گومانیستی می باشد از جانب حکومت تاجیکستان. نه تنها گومانیستی، این هم اقدام سیاسی است، هم اقدام حقوقی است، هم اقدام فرهنگی است و اجتماعی است و غیره. یعنی که یک اقدامی هست که تمام ساحه‌های جمعیت رو در بر میگیرد، مناسبت‌های جمعیتی رو در بر میگیرد و البته نگرانی جدی ممکن است در آن است که چگونه این اشخاصان میتوانند در جمعیت ما با یک زندگی راست روانه شوند. اصلا گروه‌های آن شخصانی که در اساس نافهمی‌ها، در اساس کشف فهمی‌های این یا آن وضعیت زندگی نتوانستند خود را به دست گیرند و به زندان افتادند. من فکر میکنم که این خیلی مهم است.